سلام دوستان، به کانال مایزاگراس خیلی خوش اومدید. امیدوارم که ویدیوهایی که توی کانال قرار میدم برای شما لذت بخش باشه. ممنون میشم اگر عضو جدید هستید کانال بنده را سابسکرایب کنید و زنگوله را روی آل بذارید تا ویدیوهای بعدی هم از دست ندید. و اگر از طریق پیج اینستاگرام دارید بنده را دنبال میکنید خیلی خوشحال میشم که پیج بنده را فالو کنید تا ویدیوهای جدید و عکسای جدیدی که توی پیج اینستاگرامم قرار میدم هم از دست ندید. خب دوستان، بریم سراغ ویدیوی امروز. همونطور که تو ویدیوهای قبلی مستحضر بودید، بنده در مورد زاینده رود یه ویدیوی خیلی طولانی ساختم و گفتم که به هیچ وجه من نمیتونم توی یک ویدیو تمام تور گردشگری زاینده رود قرار بدم. پس اومدم این ویدیوی زاینده رود را از تور زاینده رود را به چند تا ویدیو تقسیم کردم و امروز قسمت دوم رو با هم میبینیم و از دیدن این تصاویر لذت میبریم. خب بازم تاکید میکنم که لایک و کامنت هم یادتون نره که باعث دلگرمی بنده است، باعث سرافرازی بنده است و اینکه حتما یه کامنت اگر میتونید انگلیسی بزنید که حسابتون نپره و کامنت هایی که شما میذارید همیشه باعث دلگرمی بنده است، باعث میشه که بنده پیشرفت بهتری داشته باشم. پس حتما لایک و کامنت هم فراموش نشه. در ادامه با من با این ویدیو همراه باشید. و اینکه دوستان تا یادم نرفته بهتون بگم که عرضم با حضورتون اگر جای خاصی رو میشناسید که خیلی زیباست و ارزش فیلم برداری تایم لپس و جلوه های ویژه داره حتما توی کامنت ها بگید تا حتما بنده یه سفری به اونجا داشته باشم و بتونم یک شات های خوبی فوتیج های خوبم از اون منطقه تهیه کنم. ممنون میشم که بنده را همراهی میکنید. و اینکه یه مدتی هم بود بنده یکم کم کار شده بودم تو یوتیوب، یه سری مشکلاتی بود، شکر خدا رفع شد و از این به بعد با انرژی بیشتری ادامه میدیم. حرفمو بیشتر از این ادامه نمیدم، میریم سراغ ویدیو و امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت ببرید. خب دوستان، همونطور که در جاده حاشیه زاینده رود رانندگی میکنیم و پیش میریم، قسمت دوم از تور زاینده رود را آغاز میکنیم. دوستان همونطور که مشاهده میکنید میبینید که رانندگی در این جاده بسیار آرام بخشه و بسیار دیدنیه و آدم از دیدن این مناظری که در دو طرف جاده هستن از این جنگل ها واقعا لذت میبره. پس در ادامه با من همراه باشید تا بریم و قسمت دوم را شروع کنیم. اولین چیزی که در این قسمت ما بررسی خواهیم کرد در مورد پاییز زاینده روده. پس در ادامه در مورد پاییز زاینده رود من یه سری توضیحاتی میدم و ویدیو را ادامه میدیم. دوستان عرضم به حضورتون اگر این ویدیو را تو ادامه اون ویدیو قبلی میبینید یعنی که من یه چند ماهی رد شده تا ادامه این فیلم رو ضبط کنم، اونم در فصل زیبای پاییز، فصل برگریزان، یعنی بهترین بخش این سفر ما برمیگرده به این قسمت که ما بیایم تو فصل پاییز شروع کنیم فیلم برداری کردن و اینکه بسیار زیباست. یعنی این منطقه از لحاظ زیبایی تو فصل پاییز به نظر من یکی از بهترین مناطق. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تنوع درختایی که تو منطقه هستن بالاست، از درختای انواع چنار و کبوده و درختای گردو، بادام و بقیه درختها، اینه که واقعا پاییز هزار رنگی داره، چون هر درختی برگای خودش یه رنگی به قول معروف میشه، مثلا گردو زرد میشه، چنار قرمز میشه، خیلی قشنگ میشه این منطقه. حتما برنامه داشته باشید به این منطقه از کشور ما یه سفری بکنید و از طبیعتش لذت ببرید. پشت سرم یه دیوار گلیه که معلوم نیست مال چه سالیه، اما مال یک دیوار یه باغ گردوه که از قدیم و ندیم تو اون منطقه بوده. جایی زیباتری هم هست، حتما میرم الان فیلم میگیرم. و یه نکته دیگه هم که الان خیلی از جاها رو اومدن با بلوک کار کردن و یه جورایی دیگه اون ظاهر طبیعیش، ظاهر وحشیش نداره، خیلی مصنوعی شده، اما باز با اینال خیلی قشنگه. در ادامه با من همراه باشید. خب ادامه سفر رو داریم میریم تو فصل پاییز. نمیدونم مشخصه یا نه، رودخونه اصلی اونجاست، یه مسیر انحرافی برای آبیاری این قسمت درختان و اینکه مسیر بسیار زیبا که با این در چوبی ایجاد شده.
خب دوستان، در ادامه وارد بخش بسیار جذاب و پرطرفدار قایق سواری میشیم. بخشی که طرفداران بسیار زیادی داره و بسیار لذت بخشه و این که اگر علاقه‌مند هستید در رودخونه ها قایق سواری داشته باشید، حتما به رفتینگ های زاینده رود یه سری بزنید. بنده هم یه ویدیو اختصاصی در مورد رفتینگ توی زاینده رود تهیه کردم و اینکه لینکش اون بالا قرار میدم. اگر علاقه داشتید حتما برید و اون ویدیو رو ببینید و از دیدنش لذت ببرید. در ادامه با تصاویری در مورد قایق سواری و تفریحات قایق سواری و همچنین آبهای بسیار زلال زاینده رود در خدمت شما هستیم که امیدواریم از دیدن این تصاویر لذت ببرید. خب دوستان، سلام مجدد. ممنون که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید. حتما کانال بنده رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت هم یادتون نره. یه سری توضیحات هم بدم بهتون. اون هم این که اینجا رودخانه زاینده رود استان چهارمحال و بختیاری و اینکه خرداد ماه هست، 15 خرداد، و میبینید که هوا بسیار عالی و آب هم چقدر زلال و تمیز. و اینکه مردمی که حضور دارن، بعضی واسه شنا اومدن، بعضی واسه قایق سواری که در ادامه میبینیدشون و جای بسیار باصفا و تمیزیه. امیدوارم که از دیدن این تصاویر لذت ببرید. اگر مسیرتون خورد حتما به این منطقه از کشورم یه سری بزنید و ویدیوهای جدید کانال مایزاگروس از دست ندید. اینکه ما هر قسمت از این کشورها که میگردیم یه زیبایی منحصر به فردی داره و سعی میکنم که از همه جاهایی که میشناسم و میرم فیلم تهیه کنم تا شما هم بتونید ببینید. و اینکه کامنت بذارید، نظراتتون رو بگید. اگر کمی کیفی تو ویدیو هست حتما گوشزد کنید. باعث افتخار منه که شما پیگیر ویدیو هم باشید. و اینکه میبینید که ببینید الان قایق سواری خیلی به قول معروف اینجاها رایجه. من همیشه عاشق این سنگا بودم. این سنگا نگاه کنید، رودخونه شسته و این یکی چقدر رودخونه شسته، چقدر سنگای تمیز و قشنگی است. اگه دوست دارین از آرامش رودخونه و صدای طبیعت لذت ببرین و در طبیعت تنها باشین، این انتخاب خودتونه. و یا اگه دوست دارین بین جمعیت باشین، باز هم انتخاب خودتونه. چون رودخانه زاینده رود اینقدر طولانیه که میتونید هر جور که دوست دارین از بودن در کنارش لذت ببرید. و در آخر با اجرای موسیقی شاد در کنار مردم با صفای زاینده رود تور گردشگری را به پایان میرسونید. در آینده منتظر ویدیوهای زیبایی از سایر مناطق دیدنی زاگرس باشید. فعلا بدرود.